برای باریستایی طور شرکت کنم یا نکنم، رک بهت بگم باریستایی ترکیبی علم و تجربه است. در نهایت شما هم باید بخونی هم باید تجربه کسب کنی. بخش علمیش از خوندن و تحقیق در رفرنس هایی که در این کار موجود هست. بخش تجربیش بیشتر مربوط میشه به کار کردن و آزمون و خطای خودت. شرکت کردن دوره الزامی نیست، ولی قطعاً قدم هایی که شما برمیدارید باعث میشه هم جسورانه تر قدم بردارید، هم آزمون و خطایی که دارید میکنید چه داخل بحث علم و تئوریش که داخل بحث تجربیش کمتر باشه. چرا؟ چون یه استاد هست، راهی که شما رفتید و رفته و الان میخواد به شما بگه این راهی که الان دارین میرید این مانع رو داره، این مانع رو داره، از این سمت بری میره به یه مسیر دیگه. پس خیلی خوبه ولی الزامی نیست. بخوام براتون مثال بزنم، برای گیتار زدن شما هم باید تئوری رو بلد باشید، هم باید بلد باشید چجوری دستتون روون باشه که اون تئوری که بلدین رو بتونید راحت اجرا کنید. قطعاً ما استادای خیلی خوبی داریم که داخل این مسیر میتونن کمکتون بکنن. دوره‌های اونا رو اگر شرکت کنید نه تنها ضرر نکردید بلکه سرمایه گذاری کردید برای آینده خودتون داخل این کار. ولی برای کسایی که از صفر میخوان شروع بکنن و سرمایه‌ای ندارن که بخوان بذارن داخل این کار، الزام وجود نداره. شما از راه‌های دیگه هم میتونید به این مسیر برسید و داخلش موفق بشید حتی. ولی وجود یه استاد همیشه خوبه کنارت.